به نام خدا سلام میکنم خدمت دوستای عزیزم. پیمان نقیپور هستم، در خدمتتونم با 34مین فیلم از سری فیلم های آموزشی پست پروداکشن معماری در فتوشاپ با موضوع پست پروداکشن رندر تصویر نورپردازی روزنمای کلاسیک. تو این جلسه آموزشی نورپردازی روزنمای کلاسیک این ساختمون رو پست پروداکشن میکنیم، رفرکت شیشه‌هامون رو تغییر میدیم، بعد کنتراست نور خورشیدمون رو تنظیم میکنیم، به آسمون پرندگان اضافهش میکنیم. خب حالا قصد ما در این پروژه اینه که نورپردازی روزنمای کلاسیک این ساختمون رو با هم پست پروداکشن کنیم. خب اولین کاری که میکنیم یه آسمون بهش میدیم، فایل، اوپن، رندر آسمون رو انتخاب میکنم همراه با آلفا، رندر آلفا، اوپن رو میزنم. خب کنترل آ رو میزنم، بعد میارمش رندر اصلی، سایزش رو تنظیم میکنم. خب بذار کوچکترش کنم که خیلی بزرگ آسمونمون. خب خوبه، اینتر رو میزنم. حالا لایه آسمون رو ماسکش میکنم، بعد میرم رندر آلفا، کنترل آ، کنترل سی، بعد میرم رندر اصلی، چنل، چشمک روشن، روی این کادر سفید رنگ کنترل وی رو میزنم. خب بعد یه دونه هم کنترل آی میزنم. چرا؟ چون میخوام این آسمونم گرینه شه. خب حالا روش کنترل آی رو میزنم. خب ببین گرینه شد. لیرز رو انتخاب میکنم، آسمون، لایه آسمون رو دوباره انتخاب. حالا این رو در حالت، ببینم کدوم حالت خوبه. به نظر نرمال خوبه برای این پروژه، روی نرمال قرار میدم. زنجیره رو برمیدارم. چرا؟ چون میخوام این آسمونم رو خوب کنترل کنم، یعنی بزرگی کوچکی رو، از بابت هم بزرگی و کوچکی هست. خب کنترل دی رو میزنم که از انتخاب خارج شم. خب حالا آسمونم رو تنظیم میکنم، بزرگی کوچکیش رو. خب خوبه. دوباره میام زنجیرش میکنم اینو. خب بعدش روشنایی نور خورشید صحنمون رو بیشترش میکنیم با رندر زد پیت. خب حالا میام ادجاستمنت، آیکون نور خورشید رو انتخاب میکنم، همون برایتنس رو، بعد فایل، اوپن، زد پیت رو انتخاب، رندر زد پیت، اوپن، کنترل آ، کنترل سی، میام رندر اصلی، چنلز، چشمک روشن، روی کادر سفید رنگ کنترل وی رو میزنم. خب حالا لیرز، آیکون نور خورشید رو انتخاب میکنم. خب حالا میام این قسمت برایتنس، خب مقدار این برایتنس رو میارمش بالا. که نور خورشیدمون خب خوبه. 150 به نظرم خوبه برای این پروژه، روی 150 قرار میدم. خب حالا سومین کاری که میکنیم رفرکشنه، یعنی رفرکت این شیشه های ساختمونم رو کنترل میکنم. خب چطوری؟ و میام فایل، اوپن، این رفرکشن یه دونه رفرکشن نور خورشید رو داره، یه دونه هم رفرکشن سفیده رو، هر تاش هم انتخاب میکنم، اوپن رو میزنم که اعمال شه. خب اعمال شد. حالا این تصویرها رو برمیدارم که زیاد شلوغ نشه. خب حالا رفلکشن نور خورشید رو انتخاب میکنم، میارم رندر اصلی. خب ببین خب خوبه. حالا اینو ماسکش میکنم، میام ماسکش میکنم، آیکون ماسک رو انتخاب میکنم که ماسک. خب ماسک شد. خب حالا رفلکشن سفید رو
کنترل آ رو میزنم که کلا انتخاب شه. بعد کنترل سی میرم رندر اصلی چنلز، این چشمک فار روی کادر سفید رنگ کنترل وی رو میزنم که پیست شه سفیده. خب پیست شد. حالا لیرز روی آیکون رفلکشن نور خورشید کلیک میکنم. خب ببین چقدر عالی شد. اگه من اینو روشن خاموش کنم چشمکش رو ببین تفاوت چقدر خوبه. ببین خیلی عالیه این. خب روشنش میکنم که اعمار رو ببینم. خیلی عالی شد. حالا در حالت به نظرم نرمال خوب باشه برای این پروژه. خب نرمال خوبه. حالا به آسمون یه دونه براش پرندگان میدیم که تصویرمون جذابتر بشه، طبیعی‌تر به نظر برسه. خب میام لیرز یه لایه جدید ایجاد میکنم. خب بعدش براش رو انتخاب کلیک راست میکنم، یکی از این براش های پرندگان رو انتخاب میکنم. به نظرم کد 361 خوب باشه. خب کد 361 رو انتخاب میکنم، رنگش رو هم روی سیاه قرار میدم، اوکی رو میزنم. بعد میام این قسمت یک کلیک کنم، پرندگانم اعمال میشه. ببین خب اعمال شد، خیلی عالیه این. بعد شکلک موس رو انتخاب میکنم، کنترل دی رو میزنم که از انتخاب دیسلکت شیم. خب سلکت شدیم. حالا پرسوناژ انسان به تصویرمون اضافه میکنیم. فایل اوپن پرسوناژ انسان رو انتخاب میکنم، هر دوتاشو اوپن رو میزنم. خب میارمش روی رندر اصلی تنظیم میکنم. یکم زوم ترش کنم ببینم خوبه یا نه. آره خوبه برای این پروژه. کنترل صفر رو میزنم که کل تصویر رو ببینم. حالا اون یکی رو میارم، اینو سازش رو کوچکترش میکنیم که خیلی بزرگه. خب اینتر رو میزنم، زوم ترش میکنم که تصویر رو خوب ببینم. خب خوبه. اینتر رو میزنم. اوپاسیتی این پرسوناژ انسان رو میارمش پایین که زیر کار رو ببینم. خب و بهتر بتونم پاکش کنم. خب یکم زوم ترش میکنم. حالا ایریس رو انتخاب پاکش میکنم. خب ببینید خیلی راحت. ببین چقدر راحت داریم پاکش میکنیم. حالا اوپاسیتی رو میارمش بالا. خب خوبه. کنترل صفر رو میزنم که کل تصویر رو ببینم. حالا رنگ و متریال تصویرمون رو زنده ترش میکنیم که تصویرمون طبیعی تر و جذابتر بشه با پلاگین FX Pro 4. خب کالر FX Pro 4 رو انتخاب میکنم که پلاگینم اجراشه. خب اجرا شد. بذار این تصویرمون رو آپلود کنه. خب آپلود شد. حالا در بخش بریلیانس
کلیک کنم ببین انواع رنگ های زنده رو به من نشون میده. خب به نظرم افکت رنگ شماره 02 این کد 02 خوبه، اینو انتخاب میکنم برای این پروژه. آره خوبه. خب دکمه اوکی رو میزنم که انتخاب شه. خب ببینید اعمال شد. حالا یکم ماترش کنم با دستور لورز ایمیج. ببینید ایمیج ادجاستمنت لورز. خب میزنم. خب مقدارش رو یکم بذار ببینم کدوم حالت خوبه. خب مقدار 10 به نظرم خوبه برای این پروژه. مقدار 10 رو وارد میکنم، اینتر رو میزنم که اعمالش خب خوبه. حالا دورور لنز دوربینمون، یعنی دورور این لنز دوربینمون یه رنگ سیاه اعمال میکنیم خب که رندر تصویرمون رئالیسمی تر بشه با پلاگین آنالوگ افکس پرو 2. بذار پلاگینم اجرا شه. خب اجرا میشه، بذار آپلود شه. خب فلش کوچک رو به سمت راست رو انتخاب، لنز رو انتخاب میکنم، میارمش روی رکتنگل قرار میدم. خب مقدار این اماونت رو روی به نظرم منفی 26 خوب باشه برای این پروژه. خب منفی 26 خوبه. حالا سایزش هم اگه من خب سایزش هم روی 42. خب روی مقدار 42 قرار میدم. اوکی رو میزنم که اعمال شه. خب اعمال شد. حالا اینو مینیمایز میکنم که کل تصویر رو ببینم. خب ببینید چقدر عالی شد. خیلی راحت‌تر و سریع‌تر و همچنین طبیعی‌تر تونستیم رندر این ساختمونم رو رئالیسمی‌تر تبدیل به رئالیسمی‌تر کنم، یعنی یک رندر نورپردازی روز رو اعمال کنم. خب عزیز دل پیمانید، امیدوارم تا اینجای کار براتون مفید واقع شده باشه. هر ساعت روز، صبح، ظهر، شب این فیلم رو میبینید، اون ساعتتون بخیر و خوشی. دوستتون دارم. فعلا خدا نگهدار.